شب گذشته بر اثر حمله مسلحانه طالبان در یک مهمانسرای کابل کمش 14 شخص ملکی کشته شدند. منصبداران سازمان ملل متحد ابراز داشتند که در نتیجه حمله بالای مهمانسرای پارک هتل 5 افغان و 9 خارجی هلاک شدند. نیروهای افغانستان منطقه را احاطه نموده بعد محاصره چند ساعته 54 مهمان و از جمله 45 خارجی را رها کردند. در شهر کراچی پاکستان صدها نفر در روز ماتم به یاد 43 مسلمان اسماعیلی پیروان آقاخان به کوچه ها برآمدند. آنها را گروهی مربوط با سلاح به دستان دولت اسلامی به قتل رسانده بود. در شهر بیشکک قرقیزستان 5 اعتراضگر طرفدار کرمل حمایه بیشتر زبان روسی را طلب کردند. آنها اصرار می‌ورزند که در قرقیزستان مقام زبان قرقیزی نباید از مقام زبان روسی بالاتر باشد. همچنان این گروه تاکید می‌کند که زبان روسی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که اخیراً قرقیزستان شامل آن شده است، زبان عمومی میباشد. در قرقیزستان زبان روسی مقام رسمی دارد و تخمیناً 12% اهالی با این زبان حرف میزنند. در شهر تبلیسی سروزیر گرجستان ایرکلی غریبشویلی وکیلان نشست سالانه بانک اروپایی با ساخت و رشد را پذیرایی نمود. غریبشویلی به 1500 وکیل از 60 کشور عالم درباره امکانات سرمایه‌گذاری در گرجستان معلومات داد. در میدان کنار تالار نشست سالانه بانک برنامه فرهنگی برای مهمانان تشکیل کرده شد.